عاشق به تو گشت آن زمان مرغی دلی 100,000 عاشق در قیدی تو شد ز بحر دانا مرغی دلی 100,000 عاشق در قیدی تو شد ز بحر دانا تیری نگاهت گذشت از جا ابروی کجی تو چون کمانا خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا از چینی جبین توست معلوم رنجیدی زیاد عاشقانم از چینی جبین توست معلوم رنجیدی زیاد عاشقانم دشت بر جهان فسان تو رنگ با تیر ملامت و نشان دشت بر جهان فسان تو رنگ با تیر ملامت و نشان اگر ما صنعت موسیقی سنتیمون را به یک
کاخ قیاس کنیم، شباهت دهیم، بیشوپه یکی از پایه‌گذاران این قصر، یکی از شاه ستونان این موضع هنرمند مردمی تاجیکستان جورابک نبیف می باشند که ما خواستیم دوباره برنامه خاطره ها را محض به ایجادیات ایشان بخشیم. ولی باید گفت که این دوباره نیست که سرودهای ایشان از این منبر صدا می دهد، زیرا چندین نفرها بودند پیروانشان، شاگردانشان که سرودهای ایشان را بازخوانی کردند در اینجا و ما از گذشت این قصر باز هم شاممان را معطر می سازیم، سر میزنیم به دالانش، از رسته هایش گذشت میکنیم و برای بازخوانی کردن سرودهای ایشان باشد شاگرد بیوسته این نفر را دعوت نمودیم. حالا هنرمند مؤسسه دولتی ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دلیر رسولوف، اینچنین سلیست انسامبل شش مقام فیلارمونی دولتی تاجیکستان به حساب میروند. خوش آمدید. تشکر زیاد. سر اول سلام خود را به تماشابینان تلویزیونی سفینه میرسونم و خیلی خرسندم که مرا دعوت کردید. با هم یک شومی خاطرمانی خواهیم داشت. البته با سرودهای استاد جورابک نبیف. و چون میدونیم شما طول 4 سال در زیر دستی استاد تربیت یافتید، خیلی گفتیم شاگردی بیوسته استاد میباشید و استاد را بسیار نغز میدانید، نغز میشناسید، همکاری کردید و در پیروی استاد سرودها ایجاد میکنید، ترانه ها زمزمه میکنید. اینچنین بسیار سرودهایشان را بازخوانی کرده اید و چگونه شخصیت هستند و شما چگونه شناخته اید ایشان را؟ چون از خردی از آوان کودکی ما هنگامی به مکتب موسیقی تحصیل کردنمون علاقه سرودهای استاد را که مشهور بودند و مشهور هستند می آموختیم و از همان خردی به دل من آهنگ‌های استاد، سرودهای استاد جا گرفته بود و خوشبختانه سال 2010 من حجت‌های خود را به کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند سپاریدم و به واسطه در صنف استاد عزیزم جورابک نبیف طول 4 سال در آنجا تحصیل کردم و از استاد کمی هم باشد نازکی‌های این ژانر موسیقی نادر یعنی 6 مقام رو و همزمان سرودهای خود استاد رو آموختم. نفری می باشند که علاقه رویه خود را صاحب گشتند، آهنگهای خود را ایجاد کردند، برابر اجرا کردن سرودهای 6 مقام استاد با سرودهای آهنگهای خود را ایجاد کردند و ایجاد کرده ایستادند که ما خطا نمیکنیم. برابر سراینده به همتا بودنشان بسیار انسانی خاکسار، انسانی زمینی هستند و نسبت شاگردان بسیار مهربان و حلیم هم هستند. این حال استاد با نفقه هستند، اما تا جای من با خبرم استاد با اون نفرانی که در فاکولته صنعت شهر خوجند درس میدهند به آنها همچون تکمیل اختصاص گوییم درس میگذارند، راهنمایی میکنند. هر وقتی که ما تماشا میکنیم برآمدهای استاد را و در محفل های مثلا شاگردان خود هم شرکت می‌ورزند، واقعا معلوم می‌گردد که چگونه شخصی مهربان هستند، حلیم هستند، خوش سخن هستند به حد. و حتی هر وقتی که مثلا با فرزند خود در یگان چاره‌بینی سرود می‌سرایند و سخن می‌کنند، باز هم معلوم می‌گردد این همه مهربانیشان، صمیمیتشان چگونه یک شخصی زمینی هستند در برابر آنه که واقعا چون زیاده از 300 آهنگ اجرا کردند، ایجاد نمودند، هم با زبان تاجیکی و هم با زبان ازبکی که حتی کتابی خود را نشر کردند، ولی حس نمیکنی که چون یک شخصیتی بزرگ روبرویت ایستاده است و سرود میخواند و باز از استاد سوال میکنند که چی به شما کمک کرد که شما همین گونه از اول یک آبرو و نفوذ خاصه را به خود جلب کردید، گرفتید، سزاوار شدید و همین را تا حال گم نکردید، چون زیاده از 6 سال در ایجاد هستید، روی صحنه اصیل هستید و میگویند که سراول این استعداد خدا داده است و بعداً خود راهنمایی خلق مرا همین گونه تربیت کرد، چون خلق از من تنها آهنگ والا را انتظار بود و من تنها کوشش کردم که به همین باوری سزاوار باشم و اینچنین باور هم داریم که شاگردانشان هم در پیروی استاد همین گونه صفات را، خصلت را به خود کسب کردند.
ولی تنها سرودهای ولو رو انتخاب میکنن، متن ولو، آهنگ ولو. چون با هنگامی درس با ما نقل میکردن، وقتی من جوان بودم گفتن یک رباب خریدم، گفتن همون رباب رو من بسیار نواختن همون اسباب موسیقی رو دوست می داشتم و صاحب یک رباب خریداری نمودم و اول تمرین کردم و سرودهای همون دوره، همون استادانی که در اون دوره مشهور بودند و می سراییدند، همون سرودهای همون ها رو گوش می کردیم و می سراییدیم. در جاده سند، در راه سند، اگر سندکار شدنی باشید، سندکاری اصیل شوید. اگر نشدنی باشید و بسیار راه پرپیچ و دارد سند. از این میبراید که استاد در عین جوانی با مهنت و با زحمت‌های خود چنان موفق شدند که حتی تا امروز استاد رو تمام مردم میشناسند، گوش میکنند و با معرکه‌های خود و با چاره‌بینی‌های خود دعوت میکنند. سفرهای بسیار زیاد داشتند به جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و بیرون از آن. و تشکر، واقعا خاطره های نکو دارید. باور داریم که در دوام برنامه نیز این گونه خاطره ها یادرس خواهد شد. و در اولی برنامه که سرود تیری نگاه غزل از طغرل پیشنهاد کردید، بسیار یک سرود عالی که واقعا متن ولو دارد. اینچنین آهنگ بسیار جور را انتخاب کردن استاد جورابک نبیف و باز هم دیگر سرودهای بسیار معروف و شناخته و ماندگاری استاد امروز زمزمه می شود، بازخوانی می شود. کدام سرودشان را باز آوردید؟ امروز در برنامه من گلچین سرودهای استاد را با خود آوردم. آن سرودهایی که به دل خلق نزدیک است و مشهور است صدا می دهد. پس ما باور داریم که یکی از سرودهای بسیار معروف استاد جورابک نبیف، سرود با نام توی مادر هم صدا خواهد داد. بله، سرود توی مادر شعر از استاد لایق شیرعلی است، آهنگ از استاد جورابک نبیف است. این سرود رو در سالهای 80 خطا نکنم ایجاد کردن. بله. این سرود رو من هنگام دانشجوییم از استاد مخصوص خودم خواهش کردم که استاد همین سرود رو به من یاد دهید. با ما نقل کرده بودن همون سالها همون کتابی مادرنامه استاد لایق نو از شو برآمده بود و استاد همین کتاب رو دسترس میکنند و همین شعر رو میبینند و یک آهنگی نو ایجاد میشود و در اون رو ثبت میکنند و بینندگان پیشکش میکنند. میدونید وقتی که همین سرود رو میگویند بسیار درخواست میکنند، میگن که بسیار یک سرودی خوب است و برای نفرانی که مثلا مادرش را از دست داده است یا در قید حیات است راست می آید و به دل مردم رسیده است. این سرود بسیار درخواست میکنند، میپرسند و خودی استاد میگویند که پیش از همه متنش بسیار ولو است، بسیار صمیمی است، شاید از این رو باشد و باری نخست وقتی که در یکی از کنسرت های خود این سرود را زمزمه میکنند، در آنجا مادرشان هم روی صحنه میبرند، میگن که شاید من خودم قدومی مادرم هم بود که تاثیرش دوچند گردیده بود اون وقت. بله. و چون شما از خودی استاد این سرود را آموخته اید، باور دارم که بسیار خوب همچون استاد زمزمه میکنید این سرود را. مثل مؤلف آهنگ یگان نفر سراییده نمیتواند و من کوشش میکنم که به آن نزدیکتر خوانم.
جهانی بیکران من توی مادر توی مادر جهانی بیکران من توی مادر توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش یگانه مهربان من توی مادر توی مادر یگانه مهربان من توی مادر توی مادر دلم را در جهان جستو کسی بهتر نمی‌داند بهین هم داستان من توی مادر توی مادر زیرویت نور میبارد بر روی زندگانیم چراغی دودمان من توی مادر توی مادر چراغی دودمان من توی مادر توی مادر زبانی مردمی آموختی نه درس صرف و نه هم استادی زبان من توی مادر توی مادر سرودی اولینی من سرود
مادر توی مادر چون یک بسیار آهنگ آرام است، فارم است، آسوده است و چون در وصف مادران مشفق است، باور دارم که تاثیرش دوچند گردید و دقت بیننده را باز هم بیشتر جلب کرد برای گوش کردن، برای تماشا کردن این برنامه. و چون در آغاز یادآور شدید که استاد باری نخست رباب خریداری کردند، ولی در دوام درس چه با کدام اسباب موسیقی بیشتر می‌آموزانیدند؟ در هنگام درس دادن، درس گذاشتن با رباب درس میگذاشتند. استاد مهارت بلندی تارنوازی دارند، رباب نوازی دارند. هر نفری که در ژانر مقام فعالیت میکند، هر صنعتکار در برابر آن که بسیار غزل‌های زیاد میداند، سرفهم میرود به متن والا، اینچنین حتما اسباب موسیقی تنبور، دوتار، رباب، دایره را نواخته میتواند. و در قطار همین گونه هنرمندان استاد نیز یک هنرمند کسبی، هنرمند اصیل، هنرمند مکمل گویم خطا نمیکنیم و زیادروی هم نمیکنیم. اینچنین امروز که شما با تنبور و دایره زمزمه میکنید، بازخوانی کرده ایستاده اید سرود را، بزرگی همین خود شش مقام را بینید که مکمل است تنها با همین دو اسباب. شنیدنی است بسیار، یگان کاستگی ندارد. تشکر باری دیگر. هر وقتی که مثلا سرود سنتی را میآموزانیدند چه خیلی بودند؟ سختگیر بودند؟ بیشتر به چه اهمیت دادن را طلب میکردن از شما؟ البته استادی که سختگیر نیست و شاگردان موفق نمیشود. استاد برابری مهربان بودنشان، برابری خوشگفتار ملایم بودنشان البته سختگیر هم بودند. ما کوشش میکردیم که وظیفه‌ای که استاد دادگان با گفته اون کس تیار کنیم و اجرا کنیم تا که استاد عصبی نشوند، استاد قناعتمند شوند. هنگام درس گذاشتن اول به ما متن آن رو پیشنهاد میکردن، یعنی که میسپاریدند، ما متن آن رو از یاد میکردیم، شعر آن رو همچون غزل. هر درسی که می اومدن با ما درس میگذاشتن، البته اول ما سرودخوانی رو مشق میکردیم، تمرین میکردیم، بعدا فقط نصیحت میکردن که فرزندانم اما مثل نبیرگانشون بودیم، مشق کنید، پیوسته تمرین کنید. در ساحه صنعت بسیار پست و بلندی ها هست، بچه هم همین رو طاقت کنید و استوار باشید. گفته پیوسته نصیحت میکردن که ما بعضا وقت پنهانی از استاد ثبت میکردیم. این خوب است وقتی که نصیحت نامه استاد رو، وقتی که مثلا سرودهایی که زنده سرودند و به شما آموزاندند شما ثبت کردید، چون شاید گاهی شود که یادرس میشوید و تکرارا گوش میکنید، باز هم تکرارا وارد همون دنیای بچگی خود میگردید. البته هر وقتی که من اون ثبت ها رو گوش میکنم، همون لحظه هایی که با استاد بودم به یادم میآید. البته این حال من در دوشنبه کار فعالیت دارم، استاد در خوجند، ولی پیوسته ما صحبت میگذرونیم و من طریق تلفن تماس میگیرم و احوال پرسی میکنم، از حال و احوال استاد با خبر میشوم. میدونید رسالت استادان تربیت کردن چنین یک نسل با وفا به صنعت، به کار خویش باشد. رسالت شاگردان پیروی نمودن به همین گونه یک مکتب بی‌زوال و ماندگار است. از خود کردن همین صنعت است که ما شادیم داریم همین گونه نفران را و یکی از نمایندگانش امروز رو به روی ما نشستند، یعنی شما. و چون این یک مثلا تحفه خوبی خواهد بود برای استاد، نابسته از آنی که مثلا امروز فاصله ها شما را دور می سازد، ولی میبینیم که همین محبتی که نسبت به صنعت دارید، نسبت به ایجادیات استاد دارید، باز هم شما را نزدیک میگرداند قرابتتان را و قضاوتتان را. اینچنین آورده اید سرود عاشق مسکین، غزل از دهلوی را که میدانیم، خبر داریم و همین حالا امید داریم که بسیار در سطح بالا در برابر اون دو سرودی که پیشنهاد کردید زمزمه خواهید کرد. سرود عاشق مسکین این یکی از سرودهایی که من در ایام کودکی الکی آن رو
аз худ карда будам. бори аввал аз устоди аввалинам ки дар Панҷакин қарор доранд, Собирҷон Исмоилов, ин сурудро аз худ кардам ва баъдан чун хурдсол будем ба муаллифи он ва шоири он аҳамият намедодем ва баъдан ба коллеҷи санъат омадам ва чун фаҳмидам аз устод Ҷӯребек Набиф аст, ман аз устод хоҳиш кардам ки дубора ин сурудро ба ман омӯзонанд ва он ҷое ки камбудиҳо ҳаст ислоҳ кунанд. яъне дар умум гирем имрӯз танҳо гулчини ҳамон сурудҳое ки дар солҳои хеле пеш устод эҷод кардаанду бисёр маъруф буд садо хоҳад дод. бале солҳои пеш мисли ҳозира сабт кардани суруд бисёр осон набуд. бале душвор. ва аз давлати хориҷа меомаданд ба пластинка сабт мекарданд, мерафтанд. баъд ҳамон солҳо сурудҳои устодро дар бисёр, агар хато накунам, хеле бисёр пластинкаҳо сабт карданд ва ба фурӯш баромаду мардум харидорӣ намуданд ва серхаридортарин фита ҳамин буд. ҳамин буд ки устод соҳиби як ҷоизаи бонуфузе ки ҳамон сол ба шумор мерафт, яъне ки фитаи тиллоӣ ба ҳисоб мерафт, соҳиб гаштанд ва дар Тоҷикистон фикр мекунам ягона дар дасти устод ин чиз аст, дар устод соҳиб гаштаанд. дар ҳамон пластинкаҳо, яъне ки ҳанами сурудҳое ки ошиқи мискин ва дигар оҳангҳои устод сабт мешуд. марҳамат, суруди ошиқи мискин аз Амир Хусрави Деҳлавӣ. марҳамат. چیکار آید بیروی دل افروزد عمرم به چیکار آید بیلالی جهان سوزد جام در چشمار آید شد کشتی صبری من در بحری هوایت غرق شد کشتی صبری من در بحری هوایت غرق هیهات که آن کشتی روزی به کنار آید هیهات که آن کشتی روزی به کنار آید هم بوی بهار آید از چینی سری زلفش در باغ سحرگاهان چون بادی بهار آید آن لحظه که تو برقد از چهره از چهره براندازی در دیده مشتاقان گل راست چو خار آید در دیده مشتاقان گل راست چو خار آید
باشد ورقش خونین هر گل کی ببار آید بر جان و دلی خسرو هر لحظه من باری بر جان و دلی خسرو هر لحظه من باری کین عاشقی مسکین هم روزیست بکار آید کین عاشقی مسکین هم روزیست بکار آید روزیست بکار آید سلامت باشید. سپاس. تشکر زیاد. میدونید چخیلی که استاد میگویند مرا خلق چنین تربیت کرده است، در برابر این خود صنعتکار، خود آوازخوان هم میتواند تربیتگری خلق باشد. هر آن سرودی که آوازخوان میسراید اگر حکمتش همون قدر بلند باشد پس عامه هم حکمت پرست حکیم خواهد بود و میبینیم که در کلبار سرودهایی که ایجاد کردند همین گونه سرودهای بسیار خوب و بسیار پرمعنی خیلی زیاد است و هر یک تای سرودهایشان همین گونه خاراکتر دارد، همین گونه صفات کردن ممکن است. این شاید از آن سبب باشد که خود استاد قید کردند وقتی من سرود را یک دو مرتبه زمزمه می کردم یک سرودی نو را، ولی توجه نه اونقدر به آن سرود ظاهر می شد، من دیگر فراموش میکردم آن سرود رو. یعنی در برابر آنی که زیاده از 300 تا سرود ایجاد کردند باز چندین سرودهایی بود که تا به امروز به گوشه فراموشی رفته بود چون که پسندی خلق نامد و بیرحمانه استاد از بحر همین گونه سرود میبرایند زیرا تنها چیزهای خوب را میآفرند، قبول دارند و چه خیلی میگن ما هم جوان بودیم، ما هم خوب کاستگی داشتیم، ولی محض با همین توجه و اخلاص خوبی مردم، بالای مردم و همین گونه به کمال رسیدیم و نوبست از آنه که امروز در کمال پیری هستند میگویند که تا به حال من آموزش میکنم. استاد در یکی از برنامه‌هایشون قید کردگی هستند که از گهواره تا به گور علم آموز. البته این سخنی استاد نیست، این از گذشته مانده است، سخنی بزرگان است. شنونده اصیل بسیار نازک می شود وقتی که شما آهنگ ایجاد میکنید، وقتی که سرود ایجاد میکنید. شنونده اصیل سر اول به متن آن و بعدا به آهنگ آن بسیار اهمیت می‌دهد و بعدا به طرز اجرا و البته من فکر میکنم سرودهایی که استاد ایجاد کردند قریب که همه آن به دل خلق جا گرفته است. شاید آن آهنگ‌های بودند آن زمانی که استاد نو به ایجاد شروع کرده بودند و کمبودی‌ها در شعر یا که در آهنگ استاد دیده میشد و آن به گوشه فراموشی رفت، ولی من فکر میکنم سرودهای استاد، آهنگ‌هایی که استاد ایجاد کردند قریب همش ماندگار است و به دل خلق نزدیک است و مخلصای خودش را دارد. استاد قید میکرد در وقتی دانشجویی هم قید میکردن که هنگامی که آهنگ ایجاد میکنید شما اول متن آن را انتخاب کنید. متن اگر پرمعنا باشد، اگر دارای معنی بلند داشته باشد، وزن و قافیه با خود موافق داشته باشد، آهنگ همه خیلی خودش ایجاد می شود، جور می شود. بله. میدونید خاطره استاد چنان قوی بود که هنگام جوانیشون با ما نقل میکردن، میگفتن رادیو نو تاسیس یافته بود و هر هفته روزی معین داشت که از فلان ساعت تا فلان ساعت سرودهای کلاسیکی تاجیکی صدا می‌داد. استاد همون روز رو انتظار می‌شدند، بیگاه گوش می‌کردند و پگاه روزی آن را تکرار می‌داد.
алакай аз худ استاد мекарданд بگاهی روزی گوش میکردند و پگاهی روزی الکی متن آن رو نوشته میگرفتند و بگاه در معرکه یعنی که در توی معرکه ها یا که کنسرت ها اجرا میکردند. روزی دیگر بگاه بله. الکای اجرا میکردند. به درجه استاد بزرگ هستند که با یک شنیدن الکی آن رو آهنگ آن رو متن آن رو از خود میکردند و خاطره قوی دارند. پیشکش مخلصان میکردند چون اون وقتا برنامه کنسرتی بسیار بود. محفل ها بسیار چاره‌بینی ها بسیار بود. در همون چاره‌بینی ها سرود نو رو الکی استاد پیشکش میکرد. و اینچنین صنعتکاران هم خیلی انگشتمار بودن، کم بله. بودن. باید یک چیز رو قید کنم که استاد دوام دهندگان مکتبی صادرخان حافظ و به واسطه از سرودهایی که مگوشه خاطری رفته بود یک وقتایی از ایجادات استاد صادرخان حافظ استاد آن را زنده کردند و پیشکشی مردم کردند. از استادان برجسته دوران گذشته استاد برنای ساقوا یک آهنگ استاد را سراییدند که من در اول برنامه سراییدم تیری نگاه با خواهش استاد، یعنی که هنگامی که خواهش میکنم استاد برنای ساقوا من بخونم بعدا استاد میگن با جان دل، یعنی همگونه یک شخص دلگشا بودن. البته. و میدونید وقتی که مثلا گفتید بیشتر دعوت میکردن تا اینکه با متن اهمیتی خاصه ظاهر کنید، معنیداد هم میکردن؟ البته هنگامی که ما جوان بودیم به درجه کافی اونقدر صرفم شاید میرفتیم بعضا کلمه های بعضا مصرع هایی که ما نمیفهمیدیم استاد تحلیل میکردن، میگفتند که من همین مصرع یعنی که یار کدام یار رو در نظر دارد شاعر اون کس به ما معنیداد میکردن، میگفتند که حتما با ابرز انا همین شعر وارد شده سرایت سرود دیگه خیلی صدا میدهد. وقتی که به معنای شعر میروید الهام سراینده دو چند میگردد. اینچنین در آخر سرود با نام یاد تو غزل از عبدالملیک بهاری منظور بیننده میگردد. بیاید اگر خاطره داره در باره همین سرود پیشنهادی بیننده گردانید، باز هم یادرس شوید. تشکر. و سرود یاد تو نیز سرودی که از زمان کودکی من این سرود به من آشنا بود. فکر میکنم با تمام شنوندگان این سرود این آهنگ آشنا میباشد. یکی از سرودهای مشهورترین استاد به حساب میرود و در تمام محفل هایی که تشریف میارند به واسطه انا همین سرود یاد تو آهنگ یاد تو را از جانب شنوندگان خواهش کرده میشد و استاد میسرایند. در برابر یک جوانی خوشبخت، یک صنعتکار خوشبخت بودند که زیر دستی همین گونه استادان بزرگ تعلیم گرفته، درس گرفته. اینچنین موفقیت اولینی شما شاید همین بود، چون نفری که خود اصیل زاده است، نفری که خود الکی راه درست را انتخاب کرده است و بال و پر دارد شما را همین گونه هدایت کرده است به راه درست. شما امروز موفق هستید و همین گونه سرودهای بی‌زوال را بازخوانی میکنید، زمزمه میکنید و در رویه همین سرودها ایجاد میکنید. بله. پس بیایید سرود آخران را هم که یادیتون نام دارد منظوری بیننده میسازیم، پس از آن برنامه را جنبست میکنیم. شکر باشد. گرچه تو یاد زیباغم نکنی، بوی گل را به دماغم نکنی، نبیایی و سراغم نکنی،
نرود یاد تو هیچ از یادم قد شمشاد تو هیچ از یادم نبیایی و سراغم نکنی نرود یاد تو هیچ از یادم قد شمشاد تو هیچ از یادم بهترین یاور و یارم توی تو مرهمی جانی فگارم توی تو بهترین یاور و یارم توی تو مرهمی جانی فگارم توی تو وقتی بیداری کنارم توی تو نرود یاد تو هیچ از یادم حسنی آباد تو هیچ از یادم وقتی بیداری کنارم توی تو نرود یاد تو هیچ از یادم حسنی آباد تو هیچ از یادم لشکری غم بستیزد سویم صورت نیکی ترا می جویم لشکری غم بستیزد سویم صورت نیکی ترا می جویم بویت از چهره گل می بویم نرود یاد تو هیچ از یادم چهره شاد تو هیچ از یادم بویت از چهره گل می بویم نرود یاد تو هیچ از یادم چهره شاد تو هیچ از یادم در برابر همین سرود نرود یادی تو هیچ از یادم دوستان عزیز ما هرگز شما را فراموش نمی کنیم و همیشه کوشش می نماییم تا اینکه با ترنم کردن همین گونه سرودهای بی‌زوال و ماندگار خاطر شما را شاد گردانیم. این بود برنامه خاطره ها. باز هم خانه آبادی شما تمنای همیشگی ماست عزیزان. خیر سلامت باشید.